ادامه رسیدگی بازپرس باشیم تا ببینیم پرونده به کجا می‌انجامه. دادستان امروز بر اساس رویه قضایی هیچ اسمی از این متهم نبرد، اما همه خبرنگاران فهمیدند که منظور از متهم آقای بابک زنجانی هست. بابک زنجانی اکنون 43 سال دارد با 25,000 میلیارد تومان ثروت. به گفته خودش بیش از 20 سال پیش به عنوان سرباز در دفتر رئیس کل بانک مرکزی مشغول به کار و سپس راننده رئیس کل می شود و در پایان سربازی به یک تیم 4-5 نفره می پیوندد که دلارهای بانک مرکزی را برای تنظیم غیررسمی بازار آزاد ارز به بازار تزریق می کردند. زنجانی هیچگاه یادش نمی رود که در اولین مأموریت 17 میلیون دلار از بانک مرکزی به بازار آزاد برد و با مزد 1 تومان برای هر دلار در همان روز اول صاحب 17 میلیون تومان پول بادآورده شد. 17 میلیون تومان در 20 سال پیش ثروت بزرگی محسوب می شد و به این ترتیب زنجانی جوان ناگهان در میرداماد صاحب یک دفتر گران قیمت و مدرن شد. بابک زنجانی در اوایل دهه 70 بارها و بارها به نمایندگی غیررسمی از بانک مرکزی میلیون‌ها دلار به بازار آزاد برد و از این طریق پول روی پول گذاشت. آیا این کار نوعی رانت یا ویژه‌خواری به حساب می‌آید؟ آیا کسی زنجانی جوان را به رئیس کل وقت بانک مرکزی معرفی کرده بود؟ آیا دادن و گرفتن این مزد هنگفت برای یک روز کار غیرقانونی نبوده است؟ زنجانی به همه این سالها پاسخ منفی می‌دهد و معتقد است با تکیه بر همت و البته کمی هم شانس در جوانی از صدها میلیون تومان پول بادآورده بانک مرکزی بهره‌مند شده است. بابک زنجانی با این سرمایه قابل توجه به کار صادرات روی می‌آورد و ثروتش را به چند میلیارد می‌رساند. زنجانی در حالی که به گفته خودش دستگاه‌های نظارتی با او هیچ کاری نداشتند، در سال 77 ورشکست می شود و 2 سالی را در زندان قصر می گذراند. بعد از دوره زندان، زنجانی با درس گرفتن از تجربه‌های شکست خورده به خریدن شرکت‌های مختلف روی می آورد و فعالیت‌هایش را به خارج از ایران از جمله به ترکیه، امارات، مالزی و تاجیکستان گسترش می دهد. اتوبوسرانی، تاکسیرانی، هواپیما، بانک، شرکتایی که با نفتم کار بکنه داشتیم ما، ولی همه اینها تو چارچوب خودش بوده. ثروت زنجانی به تدریج افسانه می شود و امکاناتش در خارج از کشور به تدریج توجه نهادها و دستگاه‌ها را جلب می کند. به خصوص اینکه تحریم‌ها ارتباطات مالی با خارج را کاملا مشکل کرده است. به این ترتیب بابک زنجانی در دور زدن بخشی از تحریم‌ها فعال می شود. امریکا و اروپا به همین علت او را در فهرست اشخاص تحریمی ایران قرار می دهند. زنجانی البته ضمن انتقال مقداری از درآمدهای نفتی و غیر نفتی ایران، سودهای مستقیم و غیر مستقیم فراوانی به دست می آورد. او معتقد است با آوردن 17.5 میلیارد دلار به داخل کشور در مقابله با تحریم به ایران خدمات فراوانی کرده است. افتخار میکنم برای کشور جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکنم، کار میکنم به عنوان بازرگانش. هیچ مشکلی هم نداره چون کار سیاسی نمیکنم، کار اقتصادی میکنم. تا اینجای کار بابک زنجانی در افکار عمومی مطرح نیست، اما برخی حوادث نامشو به رسانه‌ها و جامعه میکشونه. فیلمی که احمدی نژاد به عنوان افشاگری در مجلس پخش کرد و همکاری با مرتضوی مدیرعامل سابق تامین اجتماعی اولین حوادثی بود که بابک زنجانی را با اسم بزه به رسانه‌ها آورد. بدهی به وزارت نفت، ادعاهای زنجانی درباره واریز این بدهی 2 میلیارد و چند صد میلیون یورویی با استناد به یک سند بانکی در تاجیکستان، تکذیب این واریزی از جانب بانک مرکزی و بحث جعلی بودن یا نبودن این سند از دیگر حوادثی است که در 2 هفته اخیر نام بابک زنجانی را به یک نام تقریبا ثابت در رسانه‌ها تبدیل می‌کند. گفت که آقا من این بدهی خودم را پرداخت کردم، سندم ارائه داد، نامه رسمی هم نوشت، خطاب به بانک مرکزی، رونوشت زد به بسیار از نهادهای دیگه به واسطه کل کشور، به دادسرای تهران، به جاهای مختلف که آقا ببینید من این 2 میلیارد و خورده یورویی که به اصطلاح به فلان دستگاه باید میدادم دادم، تصفیه کردم، ریختم به حسابش. اسناد مدارکم ضمیمه نامش کرد که هر کسی میگه گفت خب بسیار خوب که پول واریز کرده. بعدم انکشف به این که نه چنین چیزی نیست و ریالی به این حسابی که ایشون میگه واریز نشده. آیا این اسناد جعلی است؟ غیر جعلی است؟ اگر جعلی است چرا؟ اگر غیر جعلی است چگونه است؟ در نهایت اتهامات و ابهامات بی‌پاسخ زنجانی را با اقدام دستگاه قضایی روانه اوین می‌کند. قبلش هم البته توسط بازپرس ازش تحقیقات شده بود، ولی بازپرس به این نتیجه رسیدن و دادستان که
نکنه احیانا این فرار کنه، از دسترس خارج بشه، اسنادم همه جعلی باشه، پولی هم دیگه به دست جمهوری اسلامی نرسه که منجر به بازداشت ایشون شد. چند ابهام درباره این ماجرای پر ابهام. آیا بابک زنجانی یک فعال کارآفرین اقتصادی است که بدون هیچ ویژه‌خواری مستقیم یا غیر مستقیم و فقط از طریق راه‌های قانونی به ثروت امروزی رسیده است؟ آیا شبکه‌ای در پشت پرده این ماجرای 20 ساله قرار دارد؟ گستره واقعی خدمات زنجانی در دور زدن تحریم‌ها و حل برخی مشکلات درآمدی کشور چقدر است؟ آیا سودهایی که او از این کارها برده است سوء استفاده از شرایط تحریم است یا سود منطقی یک فعالیت اقتصادی؟ و چند نکته درباره این ماجرای پرنکته. نکته اول، رسیدگی دقیق و قاطع به اتهامات بابک زنجانی بار سنگینی است که بر دوش قوه قضاییه قرار دارد. باید به مسئولان قضا اجازه داد بدون فشارها و جفسازی‌ها به صورت دقیق، موشکافانه و عادلانه ماجرا را پیگیری کنند و با سرعت معقول به سرانجام قابل قبولی برسانند. اگر احیانا یک فردی هم تخلفاتی انجام داد یا جرمی را مرتکب شد حتی و این مورد تعقیب قرار گرفت، خب باید همه منتظر بمونیم تا این مسائل رسیدگی بشه، پایان بپذیره، ببینیم چقدر این مطلب صحیحه، این جرم چیه و این فرد اصلا مجرم شناخته میشه یا نمیشه و اگر میشه در چه مرحله‌ای. نکته دوم، برخورد حقیقتاً تأسف‌بار برخی جناح‌ها و جریان‌های سیاسی با ماجرای بابک زنجانی به جز دامن زدن به بی‌اعتمادی هیچ نتیجه‌ای ندارد. در روزهای اخیر متأسفانه عکس‌هایی از بابک زنجانی با برخی مسئولان فعلی و سابق در بعضی سایت‌ها منتشر شده است که جز سودجویی جناحی و حزبی نمیتوان نامی بر آن گذاشت. چرا جریان‌های سیاسی در این گونه مواقع بی‌ظرفیتی و کم ظرفیتی نشان می‌دهند و به جای تاکید بر رسیدگی دقیق، قاطع و عادلانه سعی می‌کنند پای رقیب سیاسی خود را به میدان بکشانند؟ آیا ادامه این گروکشی‌های سیاسی امکان رسیدگی قاطع و بدور از جنجال را عملاً کاهش نمی‌دهد؟ و نکته سوم، تشخیص قانونی و سالم بودن اقدامات یا مفسدانه بودن فعالیت‌های آقای بابک زنجانی طبعاً بر عهده دستگاه قضایی است و نباید شتاب زده در این باره قضاوت کرد. اما یک ضرورت راهبردی وجود دارد که سه قوه و دستگاه‌های نظارتی نباید حتی یک روز آن را فراموش کنند یا به غفلت بسپارند و آن اینکه مبارزه مستمر، دقیق و قاطع با مفاسد اقتصادی از اهداف کلانی است که بدون آن نمیتوان آرمان‌های انقلاب و ملت را محقق کرد. هیچ بهانه‌ای برای کم توجهی به این راهبرد حیاتی پذیرفته نیست.